بر زمینه سربی صبح سوار خاموشی ایستاده است و یال بلند اسبش در باد پریشان می شود. خدایا سواران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادثه اخطار می شود. کنار پرچین سوخته دختر خاموشی ایستاده است و دامن نازکش در باد تکان می خورد. خدایا دختران نباید خاموش بمانند هنگامی که مردان نومید و خسته پیر می شوند.